خب این صفحه BBC که ملاحظه میکنید دولت بریتانیا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های ممنوعه قرار داد. حالا یکم قبلا میگفتن تروریستی، حالا این واژه معنای خاصی داره، میخواد همزمان تنشی ایجاد نکنه. چجوریه من نمیدونم BBC چه هدفی داره از این به کار بردن این واژه ممنوعه. حالا وارد متن میشیم، ولی عکس رو ببینید. بسیاری از خبرهای رسانه‌های ضد ایرانی با چنین عکسی از سپاه داده میشه. چرا؟ این نگاه بندازین در نگاه اول چند تا سرباز دژبان رو میبینین که اسلحه‌های معمولی دستشونه، دارن سان میبینن. در نگاه مخاطب اون اباحت و قدرت رو ایجاد نمیکنه. چند تا نظامی هم تعدادشون هم که انقدری نیست. به جای اینکه مثلا سپاه رو با موشک‌ها یا اون اصطلاح مانورهایی که داده میشه نشون بده یا ابزار مختلف جنگی که دارن، ترجیح میده از این عکس استفاده کنه. خب حالا وارد متن که میشیم، این وزیر کشور بریتانیا گفته که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی شناخته خواهد شد. هیچ دلیل خاصی هم نداده، اینجا سری مبهم گویی کرده. میگه دولت اختیاراتی داره برای ممنوعیت حمایت از این گروه ها که با تهدید مرگ، حملات و ارعاب در بریتانیا مرتبط دانسته شده. هیچ سندی ارائه نداده کدوم تهدید مرگ، کدوم حملات، ارعاب چی. این دولت بریتانیاست که داره با آمریکا کمک میکنه در حمله به ایران و ارعاب ما. بعد چجوریه یه بخش نظامی رسمی کشور دچار ممنوعیت میشه ولی دولتش یا حاکمیتش ممنوعیتی نداره؟ یعنی چی؟ خب دستوری که میگیره این گروه نظامی از اون حاکمیت میگیره. صورت مسخره ایه. حالا بریم پایین‌تر. اوج فاجعه اینجاست برای بریتانیایی ها بیشتر. البته با این همه ادعای کشوری که توش مثلا رسانه آزاده شده محل جولان بسیاری از رسانه های ضد ایرانی اونجا، مثل اینترنشنال و غیره، اینجا نوشته که از این پس حمایت از سپاه پاسداران از ابراز نظر مثبت گرفته تا به کمک به آن جرم شناخته می شود و مجازات آن تا 14 سال زندان است. حالا این رسانه‌ای که اونجا دارن شب و روز علیه ما، حتی مثلا مردم جامعه اون کشور یعنی ایران رو ترغیب میکنن که بیان شورش کنن، فلان کنن، علیه حاکمیت به خیابان بریزن. عملا داره ایجاد ناامنی میکنه. مشکلی نداره، اما یکی توی بریتانیا بیاد بگه که این سپاه خوب عمل کرده تو جنگ مقابله با آمریکا، مثلا مقابله به مثل خوبی داشته، در همین حد میشه نظر مثبت دیگه. نظر مثبت تو دادی، فقط باید نظر منفی بدی در مورد این. یعنی چیزی بی سابقه ای داره رخ میده توی بریتانیا. حتی در مورد گروه های دیگه هم شبه نظامی غیر دولتی هم چنین چیزی نداده. اینا در مورد داعش هم چنین چیزی ندادن، بعید میدونم. ببین کار به کجا رسیده که دیگه علنا دارن شمشیر رو از اون میکشن و این ظاهرسازی بحث آزادی بیان و این ادعای پوشالی و دیگه دارن در عمل و در ظاهر هم به کنار میزنن.